سلام، من ونوسم اونجا. هم پا با توه. خوش اومدی. بریم سراغ یه روایت دیگه. گاهی فکر میکنیم گفتن بله همیشه نشونه مهربونی و احترامه. انگار با هر نه پلی خراب میکنیم یا دلی میشکنیم. واسه همین بارها به چیزهایی بله گفتیم که ته دلمون نمیخواستیم. ولی واقعیت اینه که هر بلایی که به دیگران میگیم در عوضش داریم یه نه به خودمون میزنیم. یه جور معامله خاموش که آخرش خستگی و دلگرفتگی سهم خودمونه. منم روزی توی همین نقطه بودم. وقتی یکی مجبورت میکنه بهش بچسبی، با دروغاش خر فرضت میکنه، زجر زیادی میکشی. هی میگی باشه، به حرمت همکار بودن یا دوستی چیزی نمیگی. یه سری رفتار چیپ میبینی، یه سری حرف پوچ میشنوی و با خودت میگی چقدر فرق بین تو و اون. بعد خوشحال میشی که توی خانواده‌ات این چیزها اصلاً پررنگ نبوده. اصلاً یه جا بالاخره کاسه صبرت پر میشه. همونجا که دروغا رو یکی یکی توی صورتش میکوبی و با یه نه قاطع همه چی رو تموم میکنی. اون لحظه حس یه پرنده رو داشتم. پرنده‌ای که بعد از مدت‌ها آزاد شد و توی آسمون پرواز کرد. بار اول نگفتن خیلی سخت بود. ولی همین که تموم شد مزه‌ش رفت زیر زبونم. دیگه نمیخواستم ازش دل بکنم. میدونی شبیه چی بود؟ طعم زرش پلوهای عروسی‌های قدیم. یه طعم شیرینی که هیچ وقت فراموش نمی‌کنی. نگفتنم درست به همون اندازه شیرین شد برام. اون روز فهمیدم نگفتن بی‌ادبی نیست. گاهی عین احترامه. احترامی به مرزهای خودمون، به آرامشمون، به وقت و انرژی که داریم. نه کلمه کوچیکیه. اما میتونه زندگیمون رو سبکتر کنه. جالبه که هر بار که این کلمه رو به زبون میاریم خودمون رو بیشتر جدی میگیریم. چرا که نگفتن شروع بله گفتن به خودته.